درود. با بررسی دوشنبه 22 همونطور که می‌بینید در تایم فریم روزانه یک اسپایک کانال شکل گرفته بود که در روی میانگین متحرک اولین کلوز رو خریدارها زیر میانگین متحرک خرید کردن. به صورت یک پول بک 2 بود، شمایلی از یک رنج بود، بنابراین احتمال اینکه بریکوت از این سقف شکست می‌خورد بالا بود. زمانی که بریکوتش انجام میشد همزمان خودش رو به خط کانال رسوند به صورت 1 2 3 و یک اسپایک کانال در تایم فریم پایین‌تره. برای همین بریکوت ها به سمت سقف، یعنی برای بریکوت شرط بندیشون که کسایی که خرید می‌کردن شرط بندی غلطی داشتن، کسایی که امید به این داشتن که این حرکت صعودی کانال رو از بالا میشکنه فقط 25% احتمال داشتن این سناریو اتفاق بیفته. بنابراین بریکوت بالای این سقف 5 ژوئن احتمالاً شکست می‌خورد. شادوهای بالا نشون میداد که بهتر بود بالای سقف‌های روز قبل فروشنده باشیم تا اینکه در کندل شماره این در واقع در کندل روز چهارشنبه 17 یک کندل اوتسایدبار نزولی قوی ایجاد شد بعد از یک اسپایک کانال کوچیک، یک میکرو تری پوش و بازگشت قوی از صف این سوینگ بود. احتمال این سوینگ رو ایجاد میکرد به خاطر اینکه 4 کندل صعودی قوی از قبلش ایجاد شد ممکن بود زیر این خریدار وجود داشته باشه. ما فکر می‌کردیم بازار اگه با گپ باز بشه اینجا بتونه حمایت شکل بگیره و به سمت بالا در واقع حرکت بکنه. در کندل بعدش پیش بینیمون این بود خب اگر که بازار در از خط کانال بازگشت انجام میده روی کلوز روی اوپن و روی سقف روز چهارشنبه هم میتونه فروشنده باشه. این اتفاق افتاد، بازار هر بالایی رو میرفت فروشنده پیدا میکرد. این یک کندل این سایدبار بود و یک سیگنال آی او آی فروش که یک جور ورود دوم فروشه از برگشت از خط کانال، دومین تلاش بازگشت از خط کانال. معمولا وقتی از این ور کانال شکسته میشه بازار به سمت دیگه یک کانال کشیده میشه، یعنی انتظار میره اگر که اینجا داره رنج ایجاد میشه ممکنه بازار در روزهای آینده و هفته آینده به سمت خط کانال کشیده بشه. خریدارا هم فکر میکنن که این حرکت قویه، میتونه پولبک بعد از بریکوت بشه و ادامه روند صعودی داشته باشه. از اونجایی که این کندل صعودی، این کندل نزولی ضعیف بود، با این حال یک ورود فروش رو ایجاد کرده بود، پیش بینی می‌کرد اگر به زیر کف دیروز نزول کنه احتمالاً سیگنال فروش رو فعال میکنه و بازار روز روندی نزولی یا روز رنجی نزولی حداقلش داشته باشه، نه روز صعودی. در کندل امروز، در روز دوشنبه اگر بخوایم بررسی کنیم، برای روز دوشنبه این معامله فروش فعال نشد. خریدارا از کلوز دقیقاً روی کف دیروز در واقع خرید کردن و یک کلایمکس قوی رو توی اوپن روز اینا ساختن، خیلی سریع و پرقدرت. یک کلایمکسی که نصف اوریج دیلی رنج رو تو کندل اول حرکت کرد، رسید به تست ابتدای کندل شماره که دیروز همه کسایی که اینجا خرید کرده بودن اینجا خرید کرده بودن در نقطه اول در سر به سرشون میمونن بیرون. یک معامله لیمیت اینجا فعال شد، لیمیت اوردر تریدرها، سلرها اینجا حضور داشتن به خاطر کانتکسی از دم دیلی وجود داشت. اما خریدارها چیکار می‌کردن؟ سری خریدار بیرون از مارکت بودن. خریدارایی نیستن که اینقدر ریسک کنن و اندازه نصف اوریج دیلی رنج ریسک کنن، بخوان یک اسپایک کانال رو بگیرن. از اونجایی که ما یک رنج رو دیروز داشتیم حرکت میتونست یک تله لگ دوم برای خریدارا باشه به سادگی و بازار برای کف رنج حرکت بکنه. پس بنابراین دیدگاه روی اینه که علاوه بر اینکه ما کانتکست تایم دلی رو یادمون هست که بالای سقف‌های روز گذشته فروشنده است، میدونیم که 80% تلاش‌ها برای بریکوت از سقف کف یک رنج شکست می‌خوره. بنابراین شرط بندی نمی‌کنیم که این حرکت به سمت بالا میره. بنابراین دنبال ستاپ‌های فروش اینجا هستیم. کندل یک که کلایمکس قوی بود و خریدارها امید دارن که پولبک روی میانگین متحرک شکل بگیره، حالا بتونن یک سقف و کف بالاتر بسازن. همچنین خریدارها فکر می‌کنن جای کانال صعودی در جریانه و اونها اینجوری کانالشون رو میکشن، فکر میکنن که به این شکل قرار بازار ادامه پیدا کنه. تو کندل شماره 2 این ساید بار نزولی اتفاق افتاد. ما میدونیم یک سری فروشنده ها در رنج ها در سقف های سوینگ ها میفروشن. اگر فروشنده اینجا حضور داشته، یک سری از فروشنده ها اینجا فروختن، یک سری از فروشنده ها هم اینجا فروختن و اگر شما سلر باشی اینجا فروخته باشی و ببینی بازار داره میره به محدوده ای، میتونی به صورت لول بندی شده سل ها تو بذاری و میانگین کم کنی. به قول معروف اینجا اگه سل گذاشته باشی اینجا و اینجا مرحله بعدیته و اگر بازار برگرده به نقطه سر به سرت حاضری چیکار کنی؟ از معامله خارج بشه، یعنی از دو تا معامله سود کرده، از معامله اولش سر به سر شده. بنابراین وقتی که این نقاط
رو بررسی می‌کنیم، اینا نقاط بریک اوت پوینت میشن و اینا محدوده لیمیت اوردر در آینده خواهند بود. پس بنابراین میدونیم یک سری فروشنده‌ها اینجا سل گذاشتن و اگر بازار به اینجا برسه احتمالاً با لیمیت ها فعال میشن، چون فروشنده‌ها خریدارا میدونن فروشنده‌ها میخوان اینجا خارج بشن. کندل شماره 2 اینساید بار نزولی ضعیف شادوی دو طرف، احتمال ورود به معاملات دو طرفه و لیمیت اوردر. یک کندل اینساید بار هایوانه برای خریدارهاست، احتمالاً بالا فروشنده زیرش خریدار وجود داره. این صورت در کندل بعدی اینساید بار آی اتفاق افتاد، الگوی بریک اوت مود، کندل نزولی بدنه ضعیفی داره، نزدیک به سقف رنج نیست. شما در واقع دارید روی یک بریک اوت پوینت اینجا می‌خرید، کسایی که اینجا فروختن یا روی نقطه سر به سرشون، احتمال اینجا فروشنده‌ها خریدار فروشنده رو تو تله بندازن، معامله فروش منطقی نیست. کندل اورلپ زیادی دارن، بیشتر به یک رنج شباهت داره. بعد از کلایمکس یک جور الگوی آی میتونه نقش پرچم نهایی رو بازی کنه. یعنی فکر میکنید که اوکی اگر این کلایمکس باشه بعدش یه حرکت قوی شکل میگیره، یه سیگنال میده و بعد بریزه. کار پرچم‌های نهایی اینا که روند رو برگردونن، یکی از الگوهای بازگشتیه و از اونها 10 تا کندل و 2 تا لگ نزولی انتظار داریم. پرچم‌های نهایی بحث مفصلی داره و شما باید بررسی کنید ببینید که حالت‌های مختلفش چیه و کجاها اتفاق میفته، کجا دنبالش میگرده، خصوصا بعد از کلایمکس قوی توی ابتدای روز که می‌دونیم که 50% احتمال داره شکست بخوره. این حرکت 50% ممکنه بری کد کنه به سمت بالا، 50% فیل میشه. با این شرایطی که از کانتکست دیلی داریم و چیزی که داریم می‌بینیم، بیشتر از 50% که شکست بخوره. آیا فروش زیر کندل شماره 4 شماره 3 اوکیه؟ معادله تریدر منفی داره به یک دلیل شما ریسک بزرگی دارید تحمل می‌کنید. آره استری هستن. خب اگه اینجا سل بخواید بذارید، فروشنده انتخابشون اینه. من اگه بخوام سل بذارم این کار انجام نمیدم، سعی می‌کنم قیمت‌های بالاتر رو در واقع فروش بدم. یه عده دیگه هم اینجا فروش انجام میدن به هدف اینکه در بالاتر هم حجم اضافه کنم. من خودم این کار انجام نمیدم که می‌خوام وارد معامله فروش بشم. صبر می‌کنم ببینم کانتکست بعدی چیه. کندل شماره 4 کندل اوتساید بار سعودی قوی، وان پول بک تو، یک جور های وان پول بک های تو، یک اوتساید باری که خودش رو کوبون به سقف کندل اول. معادله تریدر خرید بالاش منفیه، شما دارید در سقف یک رنج می‌خرید، 80% احتمال داره شکست بخوره. معادله تریدر فروشش چجوریه؟ اگر شما بخواید فروشنده باشی میدونی خریداری که بالای این کندل با استاپ میذاره احتمال شکست می‌خوره، پس میتونی اینجا یک لیمیت اوردر سل بذاری و اگر بالاتر هم رفت اضافه کنی. کجا؟ مثلا فرض کنید سقف دیروز یک استاپ منطقی. شما اگه همیشه 400 مثلا لات ترید می‌کردی، اینجا 200 میتونی بزنی، 200 هم اینجا بزنی و مثلا استاپ تو اینجا بذاری و بعد از معامله مثلا اگر رفت بالاتر از دو تا معاملات با سود می‌گیری. پس بنابراین معادله تریدر فروش در بالاش خیلی بهتر از خرید در بالاش. کندل اوتساید باره نزدیک به سقف رنج بزرگتر و سقف رنج اوپن هستش. یک کندل نزولی یک ورود دوم سقف دابل تاپی در کندل شماره 5 ایجاد شد. این میتونه سقف روز شکل بده، چرا؟ چون سقف کف روز معمولا با یک دابل تاپ شکل میگیره و 50% از سقف و کف‌ها توی 5 کندل اول شکل میگیرن. مثل این روز که ببینید روز قبلش روز پنجشنبه، ببینید کندل اول روز سقف روز ایجاد کرد و 50% روزها همونجوری که گفتم سقف و کف میتونه تو 5 کندل شکل بگیره. اینجا هم میتونه این اتفاق براش بیفته. یک کندل سیگنال نزولی کلوزش زیر نیمه است. نسبت کندل نزولی به کندل صعودی یه مقداری شک برانگیزه برای فروش. یه نکته هم اینجا وجود داره، تمام کسایی که زیر کندل شماره 3 فروخته بودن اینا چیکار میکنن؟ احتمالاً کلوز همین کندل رو فروختن، میخوان این حوالی بیان بیرون. برای اینجا یک محدوده بریک ایون برای فروشندهایی که اینجا هست و همچنین خریدارایی که اینجا کلوز خرید کردن تو تله هستن. اونا میدونن که فروشنده‌ها کجا خارج میشن، این وسطا خارج میشن. برای اینجا محدوده لیمیت اوردر، همونطور که دارم میگم لیمیت اوردر، یعنی با استاپ سل استاپ احتمال 50-50 داره، احتمال داره موفق نشه. اما توی اوپن روز دکتر روکس میگه که هر برگشت در ابتدای روز میتونه سقف و کف روز رو شکل بده. اوکیه که شما اینجا وارد معامله فروش بشید، استاپتون هم بذارید بالا. از اونجایی که این حرکت یک پول بک دو همچنان فشار فروش قوی نداره، این به عنوان کلایمکس دوم محسوب میشه. اختیاریه، میتونید اینو بزنید اگر خیلی تهاجمی هستید، ریسک پذیر هستید و دنبال معاملات با احتمال پایین‌تر هستید، اینو معاملات اوکی، مشکل نداره برای هدف رسیدن به تست 51660. کندل شماره 6 لیمیت اوردر زیر کف کندل قبلی فعال شد. اون سناریویی که گفتیم برای فروش اینجا و لیمیت اوردر احتمال داره انجام میشه. در کندل بعدش یک میکرو تری پوش داریم به صورت های تری هم میتونه باشه، 1 2 3 در تایم فریم پایینتر.
خریدارا میگن که این یک الگوی اسپایک کانال، اما شمایل حرکت کلایمکس وقفه، کلایمکس وقفه، شکل یک الگوی اسپایک کانال در تایپ پایین‌تر به یک پرچم نهاییه. یعنی اینجا با توجه به شدهای بلند شما داری یک رنج اینجا می‌بینید. شما نباید شرط بندی کنید رنج به سمت بالا میشه، یعنی اتفاقا باید شرط بندی کنید که چی رنج شکست می‌خوره. بنابراین معادله تریدر برای فروش در این حوالی مثبته. شما میتونی اینجا رو بفروشی، اوپن روز برگشت رو داری پیش بینی می‌کنی، نه شرط بندی روی اینکه اسپایک کانال اتفاق میفته، معادلات و احتمالات به نفع شماست. بنابراین فروش در اینجا با لیمیت، کسایی که لیمیت اوردر کار میکنن، این حوالی اوکیه، معادله مثبت داره چون 60% احتمال داره کف اینجا جو ببینه و نزدیک 40% و 50% احتمال داره تا اینجا بیاد پایین، چون به نقطه سر به سر این سلرایی که گفتم در ابتدای روز میرسه. هایت ای نزدیک به سقف رنج، همونطور که میدونید هایوان هایت نزدیک به سقف رنج و لووان لوتوی نزدیک به کف رنج رو فید میکنن فروشنده. یک قانون، یک میکرو دابل باتم 1 2 3 اتفاق افتاد، همه خریدارا رو داره مجبور میکنه نزدیک به سقف رنج خرید کنن. معادله منفی داره خرید اینجا. شما به عنوان تریدر باید شرط بندی کنید که این شکست میخوره، نباید باید تهاجمی ایجاد کنید بگید نه این از اون روزاست که بازار میخواد برای اندازه حرکت ام کندل اول تا اینجا بالا بره. نه، این یک رنجه که بعد از 2 کلایمکس و حالا کلایمکس سوم اومده، 3 کلایمکس متوالی میتونه پرچم نهایی باشه. 1 2 3 داریم، زیر سقف روز هست، دیروز هستیم، کانتکست تایم دیلی رو باید به خاطر بیاریم. 1 2 3 که گفتم این شرایط خریدارا رو تو اینجا تو تله میندازه. حالا اگر ببینیم یک کندل سیگنال نزولی شکل میگیره میتونه شرایط برای سوینگ نزولی فراهم کنه. لیمیت اوردر تریدرها که اینجا گفتم چیکار باید بکنن، اینجا لیمیت گذاشتن، فروخت در واقع فروششون فعال شده و آمادن که بالاتر هم حجم اضافه کنن. این که یا نصف حجم بزنید کل حجم بزنید این اختیار خودتونه، باید ببینید که استراتژیتون چجوری، رویتون چجوریه. آیا دوست دارید همون حجم کامل همینجا بزنید استاپ بزنید اینجا بعدش ممکنه استاپ بکنید، یا نه اینکه نصفش اینجا بزنید نصفش هم اینجا بزنید که حالا در یه شرایطی هم حتی میتونید سر به سر بیاید. کندل شماره 9 یک دبل تاپ دقیق با کندل شماره 4 اوپن روزانه بازگشت ایجاد میشه که خودش یک وجه و شما اگه اینجا بفروشی احتمال 60% ممکن کف رنج رو بفروشی در واقع تست کنه و بعد حتی میتونه دوبلش به سمت پایین رو بیاد. بنابراین معادله تریدر مثبت سل استاپ اینجا وجود داره. درسته که یک مقداری کندل نزولی برای سیگنال اوکی نیست، اما توی اوپن روز کانتکست خیلی مهمتر از کندل سیگنال میشه. نکته که دکتر روز خیلی بهش اشاره میکنه اوپن روز فقط، یعنی 1 ساعت و نیم اول روز این شرایط هست. شما میتونید با این کندل چون یک بازگشت در اوپن روز داره شکل میده احتمال بالایی برای تشکیل سقف روز داره. پس بنابراین به دید سقف روز در کندل شماره 9 اگر سل استاپ اینجا گذاشتید کار اوکیه و منطقیه و یک سومی در ابتدای روز شما داره پیش بینی میکنه. کندل ورود فروشنده ها کندل خیلی خوب بود. فروشنده ها با قدرت این رو زیرش رو سل استاپ گذاشته بودن، نشون داد خریدارای کندل شماره 7 تو تله افتادن. اینا دوست دارن یه جایی اینجاها خصوصا یه دابل باتم احتمالی میتونه اونجا شکل بگیره اینجا اضافه کنن، در برگشت روی بریک ایون بیان بیرون. بریک ایونشون کجاست؟ این محدود هستش. این فروشندهایی که یک معامله سل استاپ رو گرفتن و یک سوینگ رو در واقع پیش بینی میکنن 10 کندل و 2 لگ نیاز دارن و نیاز به قدرت دارن. کندل شماره 10 یک ورود بسیار عالی برای فروشنده است. خریدارایی هم هستن که میدونن که بازار میخواد بره پایین، میتونن در واقع کنار میرن و شرط بندی نمیکنن که اینجا بازار برمیگرده به رنج میشه، چون 1 2 3 اتفاق افتاده، 2 لگ نزولی اتفاق میتونه بیفته و به سمت 10 کندل 2 لگ به سمت پایین بازار میتونه هدایت بشه. این خریدارا احتمالاً روی میانگین متحرک یا رو سقف کندل شماره 4 و یا روی تست بریک ایون دوست دارن که خریدشون رو اینجا وقتی خرید کردن اینجا این حوالی لیمیت بزنن، در برگشت بتونن از معاملاتشون خارج بشن. اما فروشنده ها چی؟ آیا میتونن زیر کندل شماره 10 بفروشن؟ همونطور که گفتم فروش شما نزدیک به کف اینجاست، معادله تریدرشون خیلی خوب نیست، شما دارید وسط رنج میفروشی، ممکنه این فروشنده شکست بکنن، بازار تا انتهای روز رنج رو ادامه دار تا صورت افقی داشته باشه. برای فروش اینجا خیلی اوکی نیست. چیکار باید بکنید؟ اگر کندل بازگشتی شکل بگیره شما میتونید بالاشو بفروشی و حجم اضافه کنید، بهتره بالای کندل رو بفروشید. کندل بعدی یک دوجی بود. تا اینجا 3 کندل نزولی خوب خریدارا سعی کردن یک دابل باتم رو شکل بدن با کف اینجا و خریدارا سعی دارن که یک فول بک بعد از بریکوت های تو بالای این سقف مینور بسازن، کانال سعودی سقف کف بالاتر ایجاد بکنن. 3 کندل نزولی قویه، هم بریکوت خوبی داره و هم فالوترو خوبی داره. برای فروشنده ها اینو در واقع اوکیه، به ریوارد یکشون تقریبا رسیده و نیاز دارن که
در واقع هر برگشتی رو فروش بزنن. در کندل همونطور که می‌بینید فروش زیر این کندل هم ممکن نیست، به خاطر چی؟ نزدیک میانگین متحرک نزدیک به کف رنجه، بنابراین اینجا معادله مثبت نداره. ما گفتیم فقط باید ریال استیج باید انجام بدیم. در کندل بعدی یک کندل قوی نزولی، کلوز قوی زیر میانگین متحرک، خیلی از این خریدارا دیگه به این باور رسیده بودن در این شرایط که یک اسپایک نزولی از بالا اگه نگاه کنید، یک پول بک، دو پول بک، سه شبیه یک اسپایک کانال کوچیک در تایم فریم پایین‌تره. خریدارا امید دارن اینجا دابل باتم بسازن. این خریدارایی که این سقف خرید کردن توی طلب بودن، این فروشنده ها میگن این اسپایک نزولیه و هر برگشتی رو فروش میزنن برای تست بریک ایونشون به اینجا و تست معکوس این حرکت نزول، حرکت صعودی. به این صورت حرکت صعودیشون تا اینجا احتمالاً ادامه پیدا میتونه بکنه. از اونجایی که 1 2 3 بوده 2 لگ نیاز داریم و یک کندل نزولی قوی قدرت رو دست فروشنده ها داره نشون میده. خریدارا کنار میرن و میدونن قیمت تا کجا میره، احتمالاً بازار یک طرفه تا اینجا میشه. در کندل بعدی بازار به میانگین متحرک تایم فریم بالاترش واکنش داد، نزدیک به تست بریک ایون. یک تیک قبلش بازار برگشت ایجاد کرده، هنوز نتونستن اینا بریک ایون بکنن. از بالاتر نگاه کنید 1 2 3 ایجاد شده پارابولیک وج در تایم فریم پایینتر، لگ نزولی که ایجاد شده اورلپ داره، شبیه یک در واقع اسپایک در تایم فریم پایینتر، احتمال دو لگ اسلام سعودی میتونه بالا بره. این خریدارایی که گفتم در کندل شماره 8 طلا افتادن دوست دارن این لیمیتشون رو اینجا بذارن. پس برای این کجا میخوان خارج بشن؟ در محدوده بریک ایونشون این حوالی 51 600 و 700 خورده اینجا میخوان خارج بشن که دیروز توی کانال من عرض کردم خدمتتون این محدوده مقاومتیه. اگر دنبال فروش هستید برای یک اسکلپ صبر کنید قیمت به اینجا برسه. اینجا دیگه جای فروش نیست، شما دارید روی محدوده حمایت می‌فروشید. بنابراین کار درست نیست، شما معادله مثبت نداره. این سایدبار نزولی ضعیف 1 2 3 همچنان میکرو چنل باریک نزولی، احتمال اولین برگشت مینوره. فروشای اینجا اوکی نیستش، فروشای اینجا اوکی نیستش، ریسک بزرگی دارید در مقابل ریوارد کم، معادله منفی داره. معادله تریدر در لیمیت گذاشتن در اینجا با توجه به اینکه 1 2 3 اتفاق افتاده، شما دارید یک پارابولیک ویج می‌بینید در محدوده تست بریک ایون. به نظر من اگر یک کندل سیگنال شکل بگیره بهتره، اما اگر با لیمیت کار می‌کنید اینجا میتونید لیمیت بذارید، در کف روز هم لیمیت بذارید و در نهایت با استفاده از اینکه قیمت قراره مثلا کف رنج قبلش رو تست کنه، از معامله این پایین به سود و از معامله دومتون سراسر بیاید بیرون. آی الگوی بریک اوت مود یک کندل دوجیه. در یک کندل روندی نزولی بعد از پارابولیک ویج نزدیکی به تست بریک ایون، احتمالاً فروشنده رو به دام میندازه. این میتونه یک پرچم نهایی هم باشه در تایم فریم پایینتر، بنابراین فروش زیرش احتمالاً شکست می‌خوره. یکی از معاملات خوب میتونست البته برای اسکلپ میتونست اینجا باشه با هدف حجم اضافه کردن و اسکیلینگ، میتونست اینجا باشه. یک لیمیت زیر این بذارید به قصد فید کردنش، یعنی شرط می‌بندید که بازار قبل از اینکه بازار به سمت پایین بره اینجا برگرده. کجا رو ببینه؟ تست بریک ایون این خریدار. یعنی شما یک معامله 1 به 1 رو میتونستید اینجا بگیرید. کندل بازگشتی نشون داده بود دیگه اینجا یک محیط رنج و لیمیت هولدر در حال شکل شادوهای بلند دوجی. اولین برگشت از این میکرو چنل که مینور، خریدارای اینجا زیر میانگین متحرک اولین برگشت مینور رو میخوان بخرن، احتمال موفقیت ضعیفی دارن. فروشنده لیمیت گذاشتن بالاش و کندل نزولی شکل دادن به صورت اوتساید بار. دیگه مشخص شده بود رنج باریک زیر میانگین متحرک، نباید زیرشو بفروشن، بالاشو نباید زیرشو بخرن و بالاشو بفروشن. در کندل بعدی کندل اوتساید بار، کندل شماره 18. اگر شما فروشنده بودی در اینجا به عنوان کسی که اینجا سل زده بوده، تا نشونه برگشتی قوی ندیده باشید برای خروج از معاملات، باید صبر کنید تو معاملات. اینجا 1 2 3 پارابولیک ویج داریم. یک معامله کم احتمال برای خریدار کندل شماره 18 ایجاد شده، درسته داره بریکوت میکنه از سقف این رنج باریک، اما برای کسی که شما سودش در واقع سود باز داره، شما نمیتونی ریسک کنی، بهتره که از معامله خارج بشی همینجا. درسته که ممکنه اینجا خریدار شکست بخوره، اوکی، اما احتمال هم وجود داره بیاد استاپ شما رو بزنه. بازار قابل پیش بینی نیست، ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ما باید بر اساس یک سری قوانین رفتار کنیم. 18 کندل اوتساید باره داره از سقف این رنج باریک بریکوت میکنه، ورودش هم نزدیک میانگین متحرک و استیبل بریک اوت پوینت و اگر کسی بخواد اینجا بخره، اینجا آماده است که ریورس کنه، یعنی بفروشه کاملا معاملاتش. بنابراین احتمال موفقیت خریدار ضعیفه، ولی ما اینجا فروش داریم، چیکار می‌کنیم؟ بهتره که اینجا خارج بشه. نقطه بریک ایون این خریداری که اینجا هستش محلی برای شروع معاملات فروش
لیمیت اوردر تریدرها، فروشنده ها اینجا منتظرن که یک معامله فروش اینجا وارد در واقع لیمیت بزنن و اگر بالاتر رفت در تست سقف روز هم اونجا بفروشن، حالا دیگه برنامه‌ریزی کنن برای خروج یا سود. کندل توی لایو مارکت بازار داشت کندل ورودش رو فعال میکرد برای خریدارها. زمانی که رسید لیمیت اوردرها اینجا فعال شدن، همه خریدارایی که اینجا خرید کرده بودن، اینجا لیمیت گذاشته بودن کف این رنج باریک، اینجا خارج میشدن. این رو فروشنده ها میدونستن و فروشنده ها هم اونجا دقیقاً معاملات لیمیت گذاشته بودن. در لایو مارکت کندل شماره 19 داشت به صورت کندل ضعیف ورود بسته میشد. همه خریدارایی که با کندل 18 خرید کرده بودن، اینا در قیمت مارکت احتمالاً سریع معاملاتشون می‌بستن، چون میدونستن این بریکوت شکست خورده است و این احتمالاً این برگشت مینور حداقل برای تست کف 18 پایین میاد. بنابراین معادله مثبتی برای سل کلوز کندل شماره 19 وجود داشته. همونطور که دیروزم توی کانالم عرض کردم خدمتتون، سل کلوز اینجا برای رسیدن به اینجا شما دارید سقف رنج بفروشید، شما دارید تلاش می‌کنید خروج برنامه‌ریزی می‌کنید خروج خریدارا، فکر می‌کنید خریدارا اینجا میخوان همراه با تو خارج بشن، شما میاد وارد میشی، سل می‌ذاری و اون خریدارایی که فروشنده میشن رو همراهی می‌کنید برای رسیدن به چی نقطه استاپ لاسشون. در کندل بعد یک کندل نزولی قوی سقف تراشیده شده، می‌بینید که سقفش تراشیده شده بود، کلوز مارکت رو فروختن، لیمیت اوردرهاش فعال نشدن و حالا دوباره یک کندل نزولی داریم. بسیاری از فروشنده میگن که این لگ نزولی اسپایک بازار وارد کانال نزولی در جریانه. خب این حرکت کندل شماره 20 یه مقداری برای فروش مشکوکه، چرا شما دارید دقیقاً روی محدوده بریک ایون، دوبار تلاششون نرسید، این بار دیگه رسید به محدوده بریک ایون این فروشنده ها و یک کلایمکس نزولی داره در کف یک رنج. معادله تریدر منفی داره برای فروش، این فروشنده ها رو اینجا به دام میندازه. این فروشنده ها میدونن که احتمالاً قبل از اینکه به تارگت اسکالپشون برسن ضرر میکنن، خریدارا هم اینو میدونن و اینجا بای میزنن. از اونجایی که واضح شده یک روز رنجی داریم، یک روز روند رنج داریم، نه یک روز اسپایک کانال، معاملات این شکلی یعنی اینجا خرید کردن با هدف اینجا اضافه کردن با احتمال موفقیت بالایی همراه، چیزی که دکتر بروکس میگه، به شرط اینکه حجم باید رعایت کنید، به شرط اینکه ریسک زیادی نزنید. اگر مثلا همیشه ما نیم لات میزنیم، 25 سال ماشین اینجا میزنیم، 25 سال ماشین اینجا میزنیم، در این مدل از روزها فقط، نه در روزهای روندی نزولی. این کار اسکیلینگ اشتباهه است. چرا اینجا خرید خوبه؟ 60% احتمال داره بازار اینجا رو ببینه، همین ریوارد یکو بده، چون اینجا معامله هدفش اسکالپ کافیه. در کندل بعدی کلوزش رو خرید کردن، یک ورود دوم ایجاد کرده و اگر اینجا خارج نشده بود اینجا دلیل خوبی برای خارج شدن بوده. درسته این معامله ضعیفی برای خریداراست، چرا؟ چون نزدیک به سقف رنج میخرن، نزدیک به میانگین متحرک میخرن، اینا احتمالاً ضرر میکنن، بنابراین احتمالاً شکست میخورن. از این ورود دوم نیست، 1 2 3 های تری داریم، همچنین میتونیم بگیم یک وج ایجاد شده، تست بریک ایون انجام شد، معادلات لیمیت اوردر فعال شدن. همونطور که ابتدای روزم گفتم اینجا محدوده خوبی برای بای لیمیت بوده. خریدارای بالای کندل شماره 22 اما در چه وضعیتی هستن؟ اینا دارن در نزدیک میانگین متحرک، نزدیک به سقف رنج میخرن، اینا احتمالاً شکست میخورن. معادله تریدر این حوالی اگه بخواید بفروشید بهتره که صبر کنید بازار اینجا رو ببینه، دوباره در تست این بریک ایون ببینه. چرا؟ چون اگه شما بخواید اینجا بفروشید وسط رنج، فروشنده اینو میدونن، میگن من اینجا نمیخوام بفروشم، بالاتر یا محدوده بهتر میفروشم، چون معادله ریاضیمو مثبت کنه دیگه. اگه شما آماده بودید اینجا سل لیمیت رو میتونید بذارید برای تست دوباره، چون اکثر کلوزهای این رنج زیر میانگین متحرک احتمال کمی وجود داره همچنان به سمت پایین بریک اوت کنه. دوجی کندل ورود این خریدارا بوده، دوجی کندل لیمیت اوردریه، روان احتمالاً بالاش فروشنده زیرش خریدار وجود داره. در کندل بعدی یک هایوان ایجاد شد، این ورود پولبک با کف بالاتر، 1 2 3 بریکوت پولبک با کف بالاتر. این خریدار دوباره همین مشکل کندل شماره 21 رو داره، بازم احتمالاً شکست بخوره. دوباره یک دوجی به صورت یک پولبک، دو پولبک و می‌بینیم که 3 ایجاد شد اینجا، 1 2 3 یک پارابولیک وج ایجاد داره میشه. این لگ به نظر میاد یک لگ روندی یا یک لگ در یک رنج، به نظر میاد در یک رنج باشه، کندل ها اکثرشون توجیه، پس بنابراین احتمال بالایی برای بریکوت ناموفق از این بالا داره. همونطور که گفتم سل لیمیت های بالا اینجا فعاله، شما باید این بالا لیمیت بذارید اگر میخواید وارد معامله بشید. محیط لیمیت اوردر با سل استاپ کار نمی‌کنیم، بنابراین این کندل سعودی که در کندل 27 ایجاد شد بریکوت ناموفقی رو احتمالاً شکل میده با احتمال 80%. شرط بندی نمی‌کنیم که این حرکت سعودی ادامه میده پیدا می‌کنه تا سقف روز و خریدارا کانال می‌سازن. ما میدونیم اینجا یک رنج و همیشه همین کارو می‌کنیم و اگر شما حجم کمی زده باشید میتونید اینجا اضافه کنید، وگرنه اگر حجمتون بالا باشه باید فوراً خارج بشه.
پس یک سل لیمیت سل کلوز اینجا میذارید. هدفش هم کجاست؟ کف روز. یک معادله بسیار عالیه برای یک سوینگ، برای یک اسکالپ منطقی. 1 2 3 پوش پول بک. ببینید 1 2 3 یک کندل بازگشتی از سقف رنج در تست دوباره این محدوده بریک ایون، کندل اولساید باره. مشکل فروشی که داره وجودش روی این خط کانال صعودی میکرویی که اینجا افتاده. همه اینا شما می‌بینید یک میکرو کانال صعودی احتمالاً اولین برگشت می‌کنه. و ورودش دقیقاً روی میانگین متحرک عین همین کندل شماره 22. پس فروشای استاپ اوردر احتمال پایین موفقیت دارن. لیمیت اوردرها زیرش فعال شدن. حالا خریدارا دوباره تلاش کنن دابل باتم بسازن، کف بالاتر، سقف بالاتر، و فکر می‌کنن که این حرکت بریک اوت بود از سقف این رنج. حالا پول بک بعد از بریک اوت می‌خواد این حرکت صعودی انجام بده. اما این هایوانه دقیقاً نزدیک به سقف یک رنج. دیروز توی کانال عرض کردم هایوان و های تو بالای سقف رنج احتمال بالای فیل شدن دارن. شما به جای که بخری شما چیکار می‌کنی؟ بالاشو می‌فروشی. این نزدیک به سقف یک رنج همین حوالی این کلوز اگر بفروشی خیلی بهتره. دقیقاً کسایی که اینجا خرید کردن اینجا خرید می‌کنن، اینجا چیکار می‌کنن؟ خارج میشن. پس برای اینجا شما سل لیمیت می‌ذارید. احتمال بالای موفقیت دارید برای ریوارد یک کلوز نزولی خیلی قوی ایجاد شد، همه این خریدارا رو خارج کرد. حالا دوباره نگاه کنید این کندل نزولی دقیقاً دوباره وسط رنج عین این کندل های صعودی و نزولی که اینجا ایجاد شده. 80% بریک اوت ها درون سقف، درون رنج و سقف و کف یک رنج شکست می‌خورن. بریک اوت احتمال بالای فیل شدن داره. آیا اینجا باید فیلش کنیم؟ نه، شما وسط رنج، شما کامپیوتر نیستین که این کارو انجام بدید. ما وظیفه‌مونه با پی ال اس اچ کنیم سقف و کف رنج بفروشیم. ما نمیتونیم این وسط بفروشیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم پایین‌تر بفروشیم، نه معادلمون منفی در میاد، نمیدونیم چیکار باید بکنیم و کامپیوترها از ما جلوترن، اطلاعات بیشتری دارن، ما در مقابلشون شکست می‌خوریم. ببینید هایوان های تو دوباره همین شرایط کندل شماره 29 رو داره. یک کلایمکس صعودی قوی دوباره خودش رو به این سقف رنج داره میرسونه. می‌بینید که دوباره شرایط کندل 27 رو داره، بخواد بریک اوت کنه احتمال بالای فیل شدن داره. هر بریک اوتی میخواد از هر سمت تلاش کنه احتمالاً فیل میشه. می‌بینید که میانگین متحرک درون کندلاست به عنوان مگنت عمل میکنه. فروش سل کلوزش خیلی بهتر از خریدشه. در کندل بعدی دوجی اتفاق افتاد. کندل مکس همه خریدارا اینجا تو شک افتادن، دوست داشتن فالو رو ببینن، حالا ندیدن، چیکار میکنن؟ احتمالاً خارج میشن. خریدارای بالای کندل تو دام افتادن. در کندل شماره 35 1 2 3 اتفاق افتاد. یک رنج کوچیک هم اینجا ایجاد شده. یک جور سقف دوقلوی خوب اینجا ایجاد شده. فروشنده میگن این یک اسپایک در طرفای بالاتر، این یک کانال نزولی در حال انجامه. رنجمون تا ساعت 19:45 داره ادامه پیدا میکنه. ممکنه به هر طرف دوبل بشه با توجه به شرایطی که داریم میبینیم. کندل های نزولی قوی صعودی که داره به سمت بالا میره، هر بار که میره از این سطح عبور کنه فیل میشه. چرا این سطح؟ این یک سطح مینور بوده، بریک اوت کرده اومده پایینش، حالا مقاومت میشه. دو بار و سه بار تلاش کرده از این مقاومت عبور کنه، نتونسته عبور کنه. سقف دوقلو هم با سقف دیروز داره، در طرفای بالاتر بهتر دیده میشه. این سقف دوقلوه و فروشنده میگن این یک رالی نزولی سقف دوقلو، حالا کانال نزولی عریض اتفاق میفته. فروش کندل شماره 35 چطور؟ بازم هم مشکل کندل‌های قبلی داره. گفتیم اصلا با استاپ سل استاپ فکر نمی‌کنیم، فقط لیمیت بالای سقف و کندل‌ها، در اونم در سقف رنج و در کف رنج هم لو وان لو تو رو فکر می‌کنه. این شماره 36 همین شرایط. برای 36 رو نگاه کنید، شما دوباره داشتید اینجا می‌خواید بفروشید، خطرناکه بخواید اینجا بفروشید. سه کندل نزولی از سقف ایجاد شده بود. بعد از 1 2 3 احتمال دو لگ نزولی برای تست اینجا وجود داره. خریدارا میگن که این حرکت اسپایک کانال صعودی، حالا دو لگ نزولی برای تست کف کانال میتونه بیاد. سه کندل نزولی اولین برگشت مینوره. اینجا میانگین متحرک صافه، به شما نباید حرکتی انجام بدید، ترید نباید بکنید. اینجا رنج باری که برتری با فروشنده، برتری با کامپیوتراست، نه برتری با تریدرایی که دنبال با استاپ سل استاپ هستن. 39 این ساید بار آی در این شرایط باید کاملا فلت باشید. مجددا تلاش برای بریکوت از سقف همون رنج اینجا رنگ نکنید. یک فول بک دو، یک فول بک دو، یک فول بک دو، یک فول بک دو. اینجا یک رنجه. این رنج درون این رنج بزرگتر داره شکل میگیره. خریدارای اینجا خرید کردن، میخوان اینجا در تست کلوز خارج بشن. شما که میخوای اینجا با استاپ بذاری باید بدونی که اینا داری دقیقاً روی بریک ایون این خریدارا خارج میشه. لیمیت اوردر فعال شد. یک فول بک دو، مجددا یک سقف دو قلوه. اینم پول بک سقف دو قلو. کندل نزولی بدنه ضعیفی داره، لو پرابابیلیتی شورت، یک معامله احتمال پایین موفقیت داره. چرا احتمال پایین داره؟
بدن دوجیه، در نزدیک به خط کانالشه، وسط این رنج باریکه. معامله اگه اینجا میزنی احتمال موفقیت برای رسیدن به اینجا باید ببینی مدل تریدر رو برآورده میکنه یا نه. شما اینجا سل میذاری، دوجی خودش کندل رنجی خطرناکه، بالا پایینش فروشنده ها حضور دارن. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا میشه یکت، اینجا میشه دو، اینجا میشه سه. ببینید که برای این احتمال موفقیت این وارد دو کافی نیست. این احتمال موفقیت احتمالاً با توجه به دوجی بودن کندل چیزی نزدیک به 30% برای 30% شما معادله مثبت ندارید. برای ریوارد دو شما نیاز به 40% موفقیت دارید، برای ریوارد 3 از اینکه 27% احتمال موفقیت دارید، 24 تا 27% احتمال موفقیت دارید. در کندل بعدی می‌بینید دوجی زیر کندل‌ها خرید کردن، کندل نزولی. این دوجی که اینجا ایجاد شد اگر لیمیت بالاش گذاشته بودید و فعال می‌شد یک معامله بسیار عالی بود. دوجی‌های نزدیک به سقف رنج خیلی عالی بودن. اگر اینجا می‌فروختید بسیار عالی بود. اگر شما اینجا فروخته بودید، بازار اومده بود اینجا دوباره رسیده بود بریک ایون، آیا حداقل سود شما رو به شما داده بود؟ ببینید فرض می‌گیرید اینجا فروختید، چقدر اومده؟ 72 پوینت اومده پایین. 72 پوینت رو تقسیم بر 615 می‌کنید، یک میزانی از یک اگه عددی به شما میده درصدی میده بر اساس اوریج دیلی رنج. یعنی به شما میگه اگر کندلی که باعث سوینگ میشه، مثل اینجا این کندل باعث سوینگه، این 47 بین 47 تا 60 70 کندلی هستش که معمولا سوینگ روز رو شکل میده، یعنی سوینگی که یک ریوارد 2-3 رو به شما میده. این میشه حداقل اسکلپی که فروشنده ها خریدار ازش انتظار دارن. اگه شما اینجا فروختی حداقل اسکلپ تو گرفتی، میشه گفت آره پس باید بفروشی. وقتی خصوصا این کندل نزولی رو دیدی باید باش خارج بشین، چون این به عنوان یک کندل نزولی گیفته، یعنی گیفت بار برای فروشنده است. انتظار نداشتی اینجوری برسه، حالا که رسیده اینجا میتونی خارج بشی. همینطور خریدارا هم اینو گیفت میبینن، یعنی خب من اینجا خرید کردم نمیدونستم این اتفاق میفته، حالا که اینجا شکل گرفته من رو ساده به سودم رسونده، با اینو میسم نگاه کنم خارج میشم. کندل شماره 43 44 کندل های نزولی. این خط رماد رو ببینید چه هست. یک فلگ سعودی بود، اینجا یک فلگ سعودی داشتیم، میشه پرچم نزولی معمولا این صورت. کندل شماره 45 دوست داره دابل باتم ایجاد بکنه، همون شرایطی اینجاست، هیچ کاری نباید انجام بدید، فلت باید بشین توی شرایط، فقط باید صبر کنید ببینید بریکوت از کدوم سمت ادامه پیدا میکنه. فروشنده میگن یک اسپایک کانال نزولی در جریانه و خریدارا میگن نه این کف بالاتره، سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر. فعلا هر دو گروه درست میگن. این محیط رنجی 50 است. BLSH در دستور کار اگر میخواید معامله انجام بدید. در کندل‌های بعدی وان پول بک تو داره میرسونه خودش به تست ابتدایی کانالش. اینجا یک فیج ایجاد شده، 1 2 3 فروش منطقی نیست، خریدار احتمالاً حضور دارن. 1 2 3 دقیقاً رسیده خودش به تست این کلوز، یک پول بک دو یا 1 2 3 اتفاق افتاده. ورود دوم نیاز دارن، یک ورود ضعیف برای خریدارا، دقیقاً دارن در تست بریک اوت پوینت میخرن. احتمالاً فروشنده بیشتر بالاش وجود داره تا خریدار، باید صبر کنن ورود دوم میگیرن خریدارا. خریدارای کندل شماره 52 در خط کانال میخرن، اینا احتمال موفقیت بالایی برای شکست دارن. بنابراین خریدار اگر هستید گفتم محیط بای استاپ نیست، بای لیمیت. اینجا اصلا دور بای استاپ بای لیمیت، باید بای استاپ سل استاپ و کلا خط بکشید، باید صبر کنید ببینید چه شرایطی ایجاد میشه. این خط رو من شکسته شده. حالا یک پولبک کف بالاتر برای خریدارا اگر با یک سیگنال خوب ایجاد بشه ممکنه یه تست از این سقف داشته باشن، یعنی خریدارا بگن که ما یک کانال سعودی این صورت بازار بره و این خط کانال رو از بالا تست کنه. کندل نزولی یک ورود دوم، یک پول بک تو لوتو بعد از 1 2 3 میدونیم 1 2 3 هست. این اسپایک کانال نزولیه، میتونه دو لگ سعودی برای تست اینجا بده. ببینید این اسپایک پوش اول، پوش دوم، پوش سوم. حالا که یک بریکوت از خط رمند انجام داده، خصوصا که یک دابل باتم و کندل شماره 21 انجام داده، احتمال این وجود داره این رنج باید این تست ابتدایی کنه، این سقف رو ببینه. بنابراین کندل شماره 54 یک ورود لوتو در میانگین متحرک در کف این رنجه. چقدر احتمال موفقیت داره؟ اگه این خط رمند رو ابتدات بدیم دقیقاً داره روی خط کانال میفروشی. چقدر احتمال موفقیت برای فروش داره؟ خب کمه. آیا برای خرید بهتره؟ آره. فروشنده باشی اگر که به فکر یک معامله سوینگ هستی، فکر می‌کنی رنج به سمت پایین دوبل میشه، این فروش خوبی نبود. همونطور که گفتم سلکت پای استاپا
ضرر میکنه. بهتره این معامله رو انجام ندی، حتی اگر که به سود برسه، حتی اگر که اون چیزی که فکر می‌کردی اتفاق بیفته. در تعداد دفعات پیش‌رو که در مارکت قرار معامله کنیم، اینا باعث میشن معادله تریدرمون رو ضعیف کنن، پس این کارو انجام نمیدیم. در کندل بعدی یک ورود دوم ایجاد شد، همونطور که گفتم پریکوت بود، خطر آمد و شکست. حالا یک دابل باتم داریم، حتی میتونیم بگیم این دابل باتم، اینم پول بکشه، میشه پول بک دابل باتم. یک کندل سیگنال بای استاپ ایجاد شد. این سایت بار بدنه خوبی داره، یه سوینگ کوچیکه 40% احتمال داره شما اگه اینجا بای میزنی برای تست این سقف به سمت بالا بره اینجا بازار. ببینید اینجا اگه استاپ میزنی تیپیت اینجاست، اوکیه. اینم یه سوینگ منطقی بوده. با این که من گفتم این محدوده، بهتره که سل استاپ و بای استاپ نذاریم. این یک ورود منطقی بوده. اگر دیگه خیلی دنبال معامله بودیم این ورود اوکی بوده. کندل ورودشون خوب بوده، کندل فالوتروشون هم اوکی بوده. میبینید کلوز ها سقف و کفتر شده شدن، اورلپ هم نداره. یک سری خریدار اینجا خرید کردن، اینجا میخرن، اینجا احتمالاً بیان بیرون. پس حواسمون هست اینجا نباید بخریم. تست این کلوز انجام داده، اینجا دیگه حداقل معادله تریدرش رو فعال کرده، ما داده حداقل معادله تریدرش رو نه هنوز. شما اینجا 40% احتمال موفقیت داشتی، اینو ریوارد یک، اینجا بیای بیرون معادله ریاضی و سیستم معاملاتی رو خراب کردی، یا باید حساب بکنی یا باید تیپی 2 بخوری. چون نباید اینجا حتی پارشال اگزیت کردن نصفش رو بخوای ببندی، استاپ هم فری کنی، بازم این معادله ریاضی رو خراب کردی. شما در تعداد دفعات نمیتونی اینجوری سود ده باشی وقتی این چنین معاملات رو میزنی. نه منظورم اینا نیستا، منظورم این معامله سونگ ابتدای روز نیست، این معاملاتی که در انتهای روز، اواسط روز اتفاق میفته و خطرناکه. برای یک معادله تریدر مثبت خطرناکه. بهتره صبر کنید، تیپیتون رو بگیرید بعد ببرید. یک ورود هایوان ایجاد شد بعد از 4 کندل صعودی، احتمالاً اولین برگشت میلور هایوان ایجاد میشه. اوتساید با بیج دبل تاپ. اگر شما اینجا باید شده بودید، الان شما چی دارید می‌بینید؟ می‌بینید که اوکی تمام این خریدارایی که امید داشتن بازار یک لگ دوم سعودی بگیرن، الان دارن یک ورود دوم اینجا می‌بینیم، یک دبل تاپ داریم می‌بینیم در روی خط کانال. این دلیل خوبی بود برای اینکه شما خارج بشید. همین میگم ورود با استاپ اینجا شما میزنی، یه تعدادشون استاپ میشه، یه تعدادشون میره به یه ریوارد یک میزنه که اصلا اوکی نیست برای مدل تریدر. اونم تو این شرایطی که سوینگ میخواید و میانگین متحرک در اون کندل هاست اینا. و اگر اینجا شما دیدید از شما رو از بازار میندازه بیرون، غیر از اون کمیسیونایی هستی که شما تو بروکر میدید، این حسابتون رو منفی میکنه و نباید اینا رو بزنید. هایوان پول بک های تو دوجی اینجا بس دلیل خوبی برای خروج بوده. زیر شما زیر این کندل استاپتون میدازه زیر این کندل، اگر فعال شد میندازه بیرون، اگر فعال نشد همچنان معامله میمونه. ببینید که اینجا انداخت شما رو بیرون. این دلیل خوبی معامله فروش بود، برای خروج بود. اما اگه معامله فروش در واقع می‌خواستی بفروشی، هم این معامله فروش خوبی بود. یه اوتساید بار در تست میانگین متحرک هیچ فرقی با اونها نداره. بازار در انتهای روز معمولا یک سوینگ میسازه که 10 کندل داره، مثل سوینگ ابتدای روز. انتهای روز هم یک سوم پایینی یک سوینگ داریم که اتفاق میفته معمولا در روزهای روندی. برعکسش اتفاق میفته، یعنی تریدرها رو مخالف روند رو تو دام میندازه، در جهت روند بازار ادامه پیدا میکنه. تو روزهای روند رنج هم بازار سعی میکنه رنج رو به سمت نگ قبلیش دوبل کنه. یعنی این رنج بوده، این در واقع اسپایک بود، این رنج بوده دوبلش کرده به سمت پایین، اینجا رنج شده، حالا میتونه به سمت پایین اینجا بره کد کنه. 63 در کف رنج داره میفروشیم، مدل خوبی نداره. دوباره 64 دوباره همون شرایط دابل باتم، اینجا یک پول بک، دو پول بک، سه با اسکلپ خوبی بالاش وجود داره. اما بعد از این 4 کندل نزولی بازم میگم احتمال موفقیت پایینی داره برای اسکلپ. ریوارد یک و برای اسکلپ ریوارد یک اوکی، اما برای در واقع ریوارد دو اینا اوکی نیست. می‌بینید شما دقیقاً کسی که بالای این کندل بای گذاشته بوده حتی استاپش خورده. و همین میگم بای استاپ نباید اجرا کنید. فروشش جای منطقی بود، اگه این فروخته بودید اینجا شما خارج می‌شدید، چون یک کندل منطقی برای ورود به خرید. 4 کندل نزولی اینقدر قوی بود که کندل نزولی دیگه اینجا ایجاد شد. همه خریدارها، فروشندهایی که اینجا دارن می‌بینن میگن 1 2 3 اسپایک رو کانال، 3 کیلومتر نزولی پارابولیک، ریکورد زیر کف رنج داره خودش رو سعی می‌کنه به سمت کف دیروز برسونه. غافل از اینکه اینجا کف کاناله، کف کانالشه و لیگ وان پول بک لیگ تو هم اندازه‌گیری شده حرکت رو می‌زنه. اینجا داره تارگت اندازه‌گیری شده حرکت میده. پس اینجا نباید بفروشید، باید صبر کنید ببینید که چه شرایطی ایجاد میشه. در کندل بعدی 66 هم یک کندل نزولی خوب ایجاد شد، کندل قوی. همه فکر می‌کنن این یک در واقع میجرینگ موو میخواد به سمت پایین دوبل بشه، اندازه حرکت این دوتا. اما وقتی خط کانال میشکنه احتمالاً
سقف کانال تست میشه. یعنی کدوم کجا؟ اینجا تست میشه. این حوالی میتونه تست میشه. خود اینجا شلوغ شده رو پاک کنم. ببینید در این مدل روزها معاملات لیمیت خیلی بهتر از استاپ اوردر و اگر این معاملات نزنی هیچ ایرادی نداره. هیچ ایرادی نداره. در کندل بعدش کندل شما 67 کلوز این کندل خرید شد. تلاش برگشت از کف کانال همونطور که انتظار میره 75% این حرکت‌ها به سمت برای بریکوت از کف این کانال شکست می‌خوره. خصوصا 1 2 3 داری شرط بندی روی رنج شدن اینجا خیلی بهتر از اینه که بازار اینو بریکوت کنه به سمت پایین و کف روز هم بشکنه. دوجی دیگه تایید کرده و مورد معاملات دو طرفه و رنجی داریم. یاد ثبت کنیم این سایت بار بعدی مورد دوم ضعیف برای خریداراست. هدف اینجا کسی که می‌خره یک اسکلپ برای تست میانگین متحرک و سقف دیگه ای کانال. آیا اوکی برای بای برای بای اوکی چون 1 2 3 دارید بای لیمیت رو میتونید بذارید زیر کف کندل ها. زیر کف سوینگ های قبلی خریدارا حضور دارن. این خریدارا اینجا خرید کردن، اینجا میخرن، اینجا میخوان بریک کنن. مثلا بای لیمیت اینجا برای هدف اینجا اوکیه، مشکلی نداره. کندل شماره 70 ورود دوم خریدار رو فعال کرده، داره مصاحبه شده تست میانگین متحرک. این تست بریکیور انجام شد. می‌بینید اینجا وقتی بریکیور اینجا 1 2 3 اومد بریکوتش کرد. حالا وقتی میرسه بهش به صورت این مقاومت عمل می‌کنه. خریداری که اینجا لیمیت گذاشته بودن اینجا هم گذاشتن، اینجا احتمالاً خارج میشه. پس این میشه محدود سل لیمیت. باید بفروشید. آره میتونید اینم بفروشید. ولی خب این معاملات با احتمال پایینی ان. اگر میخواید بفروشید باید آماده باشید بالاتر هم اضافه کنید. مثلا کجا؟ در خط کانال. این یک لوتو نزدیک میانگین متحرک بدنه ضعیفی داره در یک رنج باریک زیر میانگین متحرک. صبر کنید این مدل معاملات رو نظری بهتره. 72 کندل نزولی لوتو در میانگین متحرک. فروشنده فکر می‌کنن این کانال نزولی، خریدارا میگن نه این یک رنج باریکه. حالا قراره که این یک بریکود انجام بده از میکرو چنل. حالا یه ورود دوم به ما بده، یه سوینگ بگیریم برای تست اینجا. این خریدارا دیدگاهشون اینه. یک ورود دومشون اینجا فعال شد. یک ورود دومش ضعیف داره، اورلپ زیاده. زیر میانگین متحرک خرید کردن با اینجا این معادل تریدر خوبی داره ولی احتمال پایینی داره. شما ببینید 1 2 3 ریوارد 3 به شما میده ولی احتمال پایین داره. چرا؟ چون این ورودتون این کندل استیگنال نسبت کندلش به این کوچیک‌تره. اورلپ نزدیک به سقف رنج باریک داریم می‌خرید، باید بدونی که چیکار داریم می‌کنیم. ورود خریدار ضعیف انجام شد. در کندل بعد یک لو 1 لو 2 لو 3 رنج باریک زیر میانگین متحرک 1 2 3 احتمال دو لگ اسپرس سودی برای تست اینجا وجود داره. همه خریدارا فکر می‌کردن که اینجا یک دوجی زیرشون لیمیت گذاشتن برای اینکه اینجا یک فول بک دو دابل باتن فلگ سعودی بگیرن. اینا در طلا اینا این پایین‌تر به این فاصله اضافه می‌کنن. یه بازار به اینجا برسه احتمال تصفیه می‌کنن. فروش زیر کندل 75 چی؟ اوکیه. فروش زیر کندل 75 مساوی با فروش در کف یک رنج. بهتره که برعکسش انجام بدید. از اونجایی که گفتم رنج زیر میانگین متحرک بهتره که به در واقع سقفش رو بفروشید تا که کفش رو بخری. این هم میتونی انجام ندی. یعنی رویه است که باید صبر کنی ببینید چه شرایطی ایجاد میشه. در کندل بعدی چه کندل کلایمکس قوی دوباره داره از سقف رنج ایجاد میشه، میخواد بریک اوت کنه این رنج باریکو بشکنه. ببینید این شرایط اینجا و اینجا هیچ فرقی نداره. درسته که اینجا خریدارا دو لگ سعودی احتیاج دارن. اگر که با این وارد نشدیم دیگه اینا با این هم نباید وارد بشیم دیگه. چرا؟ چون ما در سقف یک رنج وارد میشیم. احتمال بالایی عدم موفقیت داره. درسته که اینجا موفق شده، کندل برگشته خیلی قویه که روزش برای میانگین متحرکه، اما داشته یک رنج بریک اوت می‌کرده و در این مدل روزها این بریک اوت ها هستن که شکست می‌خورن. نباید بالا این کندلا بخرید. اگه بخواید بخرید ریسکتون رو محاسبه کنید. من اینجا بخوام ریسک می‌کنم، استاپم اینجاست. استاپم اینجا، اجازه بده حالا یه بار دیگه بذارم اینو. ریسکم اینجاست. ای بابا اینو حذفش کنم. مثلا این کف بذاریم. ریوارد یکت اینجاست. این کندل در این مدل روز شما داری اینجا می‌خرید دقیقاً در کجا؟ در خط این کانال. خب قبل از اینکه ریوارد یک تو ببینه داره در روی خط کانال بازار رو میرسه. پس معامله خوبی نیست که شما بخواید اینجا وارد معامله بشی. حتی تو این خط میکرو هم اگه بکشی ممکنه که اسپندینگ تراینگل در جریان باشه. بنابراین این هم خریدتون خطرناک میکنه. سه کندل سعودی قویاً بالای این خط روند فعلا اینجا شکسته شده. این خط کانال هم شکسته شده. خریدارا منتظر اسپای کانال سعودی و فروشنده میگن چی؟ فروشنده میگن منتظر یک صفحه دخول با این جان که صفحه دخول رو بفروشن و در واقع به یک روند نزولی ادامه دار حرکت میکنن.
همونطور که گفتم اگر اینجا بخری حواستون هست اینجا معامله سوینگ ریوارد 2 تون دوره، برای ریوارد 2 دوره و احتمال موفقیت ریوارد 1 هم پایین، معادله مثبت نداره اینجا این چنین معاملات رو نباید بزنید. در کندل شماره 78 هم 79 هم در واقع این کندل 78 بازار تموم شده، کلوز رنجی رو انجام داد، بازار اینجا باز شد رفت بالا و این وسط بسته شد، همونجوری که داره کلوز صعودی رنجی ایجاد کرد. برای ادامه روز، برای روز سه شنبه پیشنهادمون اینه که انتظار داریم که بازار با توجه به اینکه اینجا یک رنج، اگر این حوالی باز باشه همین شرایط روز دوشنبه و پنجشنبه رو دنبال کنه، یعنی به رنج خودش ادامه بده. از اونجایی که حرکت اسپایک میتونه یک رنج و به سمت پایین بریک اوت کنه، ولی برای خریدارها چه کانتکستی وجود داره؟ همونطور که گفتم در تایم فریم بالاتر بهتر صبر کنید، بالای سقف روز گذشته رو فروشنده باشید تا اینکه خریدار باشید و همچنین انتظار این هم داشته باشید این رنج به سمت پایین بشکنه و قیمت رو در روزهای آینده به سمت میانگین متحرک تایم فریم دیلی و این محدودهای اسکیلین خریدارها ببینیم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. موفق و پرسود باشید.